که به ما معلوم است 1 مارس یکی از معرکه‌های مهم، یکی از معرکه‌های سیاسی است و این معرکه سیاسی همچون قبول نمودن نمایندگان به مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان است. خب عموما شما از نامزدها کی را میشناسید؟ عموما از نامزدها خب از نامزدها من کمتر فراموش کردم نامشون. نام همین نامزدها رو من فراموش کرده هستم، لیکن کوشش میکنم که با همین فراموش کردگی خود کوشش میکنم که سهم خود را در همین انتخاب نمودن نامزدها گذارم. عموما شما میدونید که انتخابات پارلمانی در تاجیکستان کی برگزار میگردد؟ انتخابات پارلمانی هر سال عموما 1 مارس برگزار میگردد و در 5 سال 1 مرتبه برگزار میگردد. خب شما درباره همین انتخابات چی معلومات دارید؟ کی را انتخاب میکند؟ در انتخابات مجلس نمایندگان مجلس عالی انتخاب میکند. خب از نامزدها کسی را میشناسید؟ ما شخصا از همون نماینده هایی که خلق انتخاب کرده است، یکی از آنها اسماعیل طالبک‌فاسکی انا در 2 انتخابات پرزیدنتی نامزدیش گذاشته بود. خب غیر اسماعیل طالبک از نامزدها باز کی را میشناسید؟ راست دیگر را وای اهمیت ندادم اونقدر، به خاطر اویی که این شخص هم همچون یک 2 مراتب که در انتخابات پرزیدنتی نامزدیش گذاشته بود، برای همین من بسیار به این شخص اهمیت میدادم. از نامزدها با وکیل مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان کیها را میشناسید؟ مویدین کبیری از حزب نهضت اسلام، از حزب خلقی دموکراتی نمیدونم یادم نیست، لیکن من از فرصت مناسب استفاده برده میخواهم که در همین معرکه سیاسی یعنی که سهم خودم رو بذارم. شما میدونید که انتخابات در تاجیکستان کی برگزار میگردد و چه انتخابات است؟ این انتخابات پارلمانی 1 مارس جشن گرفته می شود و این انتخابات هر 5 سال جشن گرفته می شود 1 بار. خب شما از این نامزدها با وکیل مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان که علیه پیشبری شدند میشناسید یا نه؟ نه. اون انتخابات برای شما یگان اهمیت داره؟ البته اهمیت داره. این برای هر یک جوانان، این برای هر یک شهروند تاجیکستان انتخابات نهایت مهم است.